ازم دورم اما جاستا یکی دونه عزیز من باشه یکی دونه بچیزم عزیزم باز من سبکش سبک مرسی است لامصب آدم فکر میکنه مثلا مراسم ختم جای دعوت شده که مادر جوون است دست داده احساسی که به دادارم مای مادر در بار گفتم با موتور بچت نزدم اما یه دست زیبا بهتون کارش بزنید که این خواننده مردمی و محبوب دوست داشتم شما اگه من می‌دونستم از کجا عکس می‌گرفتی متوجه می‌شدم که سوراخ‌های دماغ من جای جذابی نیست که لنزش رو زوم کرد مثل زبون مگس تا اینجا اومد عجیب غریبه بعد کاسا من می‌شد این اینجوری اون اینجوری عجیب غریبه اما نمی‌دونم از کجا بگم تفاوت رو آدم می‌تونست عزیزم یک شما حسابم خواننده نیستم از من نخواهی براتون فرقی برام نمی‌کنه حالا که منو تحریک نکن من تا صبحم دیگه اینجا باید نیستم براتون می‌فایی نقش می‌کنم باشه به من بگید اکویشن سوال موسیقی سبک‌های مختلف داره از جمله کلاسیک، پاپ، جاز، بلوز، راک، رپ چی بخونم براتون؟ بگی آقاهاتون نمی‌خوره بگی با شخصیت‌تر مردم خیلی مختصرترش میکنم سنتی بخونم یا پاپ سنتی نزن به خدا اون بود اهل بقیه ای؟ It was okay همه چیزمون من دارم میگم با همه جا بود حالا یه چیز کازم میگفت نگو اما میگفت نگاه کن در ایران دو تا دختر به هم میرسن اولین چیزی که به هم میگن چیه؟ تا سلام میکنن سلام شوهر کردی دو تا پسر به هم میرسن که داری عمت خوبه؟ داستان‌هایی که شما در این فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینید همش شایعه است دروغ کذب محض گفتم چطور اون جیتی مثلا در قسمتی از یک فیلم نشون میده طرف پسره ساعت 1:30 نصف شب میره لب دریا میشینه یک ربع بعدش دختری بسیار زیبا و خوش‌هیکل میاد کنارش و میشینن و دل و قلبی میدن بحث عاشقانه مطرح میاد با هم ازدواج میکنن میرن واسه خودشون آینده رو رقم میزنن و من ساعت 1 شب رفتم لب دریا 7-8 تا سگ دنبالم افتادم والا با هم اینا تو مهمونیاتون معلوم نیست چه کار میکنه بزه نمیره با خواجه امیری به رفضه کرد من بگه برای آخرین بار من بگه بترانی کمر برای آخرین بار تموم شده است بله تأثیرپذیر فیلم های ما روی بچه های ما به گونه دیگریه که دوستی بگفت مثل من که با حسن آقای وکیلی دیشب ساندویچ خوردیم بیرون میگفت ساندویچ خورده بودم حالت مسمومیت بهم دست داده بود جلو پسر 4 سالم اوق زدم گفت بابا حامله ای من آمین توی کتری میزنم یه اونجوری گرم یا به قول دوستی
boy Annie Dash صدا دسته تو همون باش تو خیلی دنیا با همون ناسه